هر دم که در حضور عزیز به سر بری، دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است. نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است. پس دیو را که صورت فرزند آدم است، آن است آدمی که در او حسن سیرت است، یا لطف صورت است، دیگر حشف عالم است. برادر عزیز، حضرت بین چی میگه؟ میگه هر وقت اینمی حلقه که ما دریاب کردیم، همین نشسته که ما دریاب کردیم، میگه حضرت حتی را نسبت میته به بهشت. زیرا همین لحظه که شما قرار دارین، همین لذتی را که شما از این محفل هم مادی و هم معنوی چشیدستین، این میگه فقط در همون بهشته. این در بهشت میشود. هر دم که در حضور عزیز به سر بری، دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. ای بندای خدا میگه اگر شما یک دانشمند، یک عزیز، یک اهل علم در کدام محفل یک خدا داد و دریاب کردی، بدان که بهترین لحظه از دنیای تو همونه. بهترین لحظه از حیاتت همون لحظه هست که تو در اون دریاب کردی، که اونجا در یک عزیز خدا قطعی نشستی یا از اونجا چیز بهره بردی. این بهترین از لحظه های حیاتت است. در دامش میگه نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است. حضرت میگه هر کسی را که دیدین همین چشم داره و گوش داره و یعنی صورتی آدمی داشته باشد، او را آدم گفتن مشکل تره. ولی نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است. پس دیو را که صورت فرزند آدم است. دیو به معنای شیطان، به معنای جین، که همون هم مقصد همون شیطان هم صورت انسان داره. اگر به صورت مقصد انسان نسبت بتن، وای صورت انسان داره. یعنی هیچ وقت میگه ما آدم از روی صورتش آدم نمیگه، بلکه از چی میگه؟ آن است آدمی که در او حسن سیرت است، یا لطف صورت است، دیگر حشف عالم است. یعنی برادرای عزیز، آدم میگه آن کسی هایی که وقتی در او شما حسن سیرت میبینید، وقتی شما در او اخلاق میبینید، وقتی شما در او آداب میبینید، وقتی در او معامله نیک میبینید، اون میشود که انسان آداب بده، انسان بده. این قرآن ببینید برادرای عزیز، خدای مهربان حبیب خود چه میگه؟ و اینک لعلی خلق عظیم. از خلق عظیمش، از اخلاق بالاش خداوند را در قرآن وصف میکنه. تو اخلاق زیبا داری، تو اخلاق بینهایت خوبه داری، بسیار نیک داری. حتی بین الله مهربان لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. در تو دو چیز نبود، در تو دو چیز نیست. اگر همین دو چیز در تو میشد، مردم از تو فرار میکردن. یکی این دو چیز در تو نیست. خداوند گفت بین فظا و غلیظ القلب. در تو بد رفتاری یعنی بد اخلاقی، فظا به معنای بد اخلاق، بد رفتار، غلیظ القلب سنگدل، این آدم نامهربان، آدم بسیار سختگیر. اگر در تو این دو چیز میشید، مردم از گردی تو همه فرار میکردن. یکی از بس که تو آدم خوش اخلاق بودی، تو دلت بسیار نرم و مهربان که بودی،
این مردم در گردی همه جمع شدن از روی خصلت نیکو. حقیقتا برادرای عزیز در ما مسئله اخلاق، تربیه اخلاقیمان شاید به اهمیت هم باشیم در همین باب. در نسبت دخترها و فرزندامون خدا دانایی که ما وقت بیاویم همین تا چارتنک بشینیم و بگیم که بچه هم مثال دختره بچه اونها را ما از آداب و از اخلاق اسلامی اونها را گوشزد کنیم. اگر اونها را ما توانیم که در قلبشون حکومت ایمانی را جا کنیم و خدا قسم یک عمر ما راحت قدم میگردیم دیگه. یکی هرچی اذیتی که میکشیم، هرچی به آبرویی که میشیم، هرچی سرگردانی که بشیم، از حساب میگه که ما در اونها هیچ وقتی نمیبینیم که یک تربیه اخلاقیشون کنیم. خدا رحمت کنه حضرت اقبال لاهوری را میگه دین سراپا سوختن اندر طلب. و اینجا پیشتر گفتیم این دین برادر عزیز همین یک تا زمانی هستی میگه فقط میسوزیده. نمیگه که دین سراپا خوردن اندر طلب، سوختن اندر طلب میگه. این را میسوزی فقط این در اذیت میکشی میگه. دین سراپا سوختن اندر طلب، انتهایش عشق و آغازش ادب. این دین میگه آخرش عشقه، اولش آدابه، انتهایش عشق و آغازش ادب. آب و روی گل زیرنگ و بوی اوست، بی ادب بی رنگ و بو بی آبروست. نوجوانی را چو بینم بی ادب، روزی من تاریک میگردد چو شب. تاب و تب در سینه حق آید مرا، یاد عهد مصطفی آید مرا. این نوجوانای امروزه را میبینم میگه بسیار بسیار تاب و تب در سینم پیدا میشود، خیلی ناراحت میشم. ولی از حیات و قصه های زمان حضرت که میخوانم با جوان امروزه مقایسه میکنم، مقصد انگشت حیرت میگردم این چی گفت. زین لحاظ برادرای عزیز حقیقتا حضرت شیخ سعدی انسان میگه آن کسی که او حسن سیرت داره. هرگز حسد نخورده و حسرت نبرده ام، جز بر دو روی یاری موافق که در هم است. شیخ سعدی میگه آنان که در بهار به صحرا نمی روند، بوی خوشی ربیع بر ایشان محرم است. حضرت عجیب شخصی زیبا و خوب ده میگه هیچ وقت من از زمره کسایی نبودم که حسرت بودم یا حسد. حسد در من نبود، حسرت هم در من نبود. یکی میگه دو چیز ده بسیار بسیار میگه هم حسد میبرم هم حسرت میخورم در دو نفر. ولی بین هرگز حسد نبرده و حسرت نخوردم، جز بر دو روی یار موافق که در هم است. ان همین مجلس ها میگه مرا حسرتی کردگیه. هر گاهی که از همین محفل ها دور میمونم حسرت این محفل میخورم. اگر در کدام محفلی که اگر یک نفر دوستی ما اشتراک نه و من اشتراک نکنم اینجا هم حسد میبرم چی با او اشتراک کرده من نه. بعد اخیر در حضرت میگه آن سنگ دل که چشم بدوزد ز روی خوب. آن سنگ دل که چشم بدوزد ز روی خوب، پندش مده که جهل در اون نیک محکم است. آرام نیست در همه عالم به اتفاق، ور هست در مجاورت یار محرم است. میگه وقتی آدمی را میبینی که از این محفل ما نفرت داره، سنگدیل هی نمیخواه، مقصد وقتی یکی بینه که میگن جزء پند نصیحت میشه بسیار ناراحت میشه، بسیار بسیار دلش مقصد همینطوری یک غزغزش میگیره. میگه وقتی که او از دیده ای آدما، از نگاه چهره زیبا اینها، وقتی که او خودش کنار میگیره بعد
چی میگه پندش مده که جهل در اون نیک محکم است. و یک آدمی جاهل تا چی عذاب میتی. مقصد در او سخن خدا و پیغمبر حیف لازم نیست رای چی گفتن بگذار در راهش رفتن بگیره. بعد حضرت میگه میخوایی که ای طبیعت همه شما را بگم همه طبیعت چون چخیله میگه آنان بین آرام نیست در همه عالم به اتفاق و آرامش قلب ندارن ور هست در مجاورت یار محرم است. اگر باشم در پهلوی همه آدم خودشه رنگ خودش اگر رنگ خودش بیاوه قطعی همو به حد وقت شخشه نه که اگر مادامی که در این خیلی محفل آمد بسیار ناراحت خدا را ما شکرگزاری میکنیم برادرها که ما در یک محفلی هستیم که خب در اینجا از قال الله و قال رسول الله عبارت های اینجا در بگیم حضور ملائکه های رحمت های اینجا نظر رحمت خدا های اینجا در برادرای عزیز دعای بنده مؤمن حتی عزیزای خدا میگه بدیلتان در حالتهایی که باچکل میگن در حالت خطبه جمعه بدیلت هر یک مقصدی که داری بکن وقتی قبول دعا هست یا در بین مثال همون دو خطبه که امام میشیند و آرامش میکنه یک لحظه هست اون لحظه ها میگه جایی هست که دعا که بدیلت هرچی بگذاران الله جای قبول دعا هست میگه. همچنان همین محفل هم میگه انسان میگه بدیلش چی نیتی که دارد میگه بگذارانه زیرا این محفل هم یکی از همون لحظه های هست که دعای بنده را خداوند قبول میکنه. الله مهربان این خیر احسان ها قبول گرداند. خدا فیض و برکات شباز انسان نازل فرماید که در این محفل ما دست دارن زحمت کشیدن محبت کردن خدا خیر دنیا و آخرت چون نصیب گرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین یا